مؤسسه خدمات اجتماعی اورفان هاوس یک مؤسسه غیر انتفاعی و مستقل بوده که راجستر شده امریکا و افغانستان می باشد. هدف ما کمک به اطفال بیگناه و رنج دیده افغانستان است. اورفان هاوس فعالیت خود را در کابل با به عهده گرفتن سرپرستی اطفال یتیم آغاز نموده است. اورفان هاوس برخوردار از بالاترین امکانات اجتماعی مانند پرایوت سکول یا مکتب خصوصی، معلم قرآن، مربی ورزش، مکان راحت و امن برای زندگی. ما سعی داریم آنها را نیز چون کودکان خود نگهداری کنیم. When I grow up, I want to be a doctor. I want to be an engineer. I want to be a doctor. بیایید تا دست در دست هم آرزوهاشان را برآورده سازید. اگر شما هم می‌خواهید در این امر خیر سهیم باشید، با وبسایت و شماره تلفن‌های ما به تماس شوید. لازم به یادآوری است اورفان هاوس 100% کمک‌های شما را برای کودکان به مصرف می‌رساند. دستی که کمک می‌کند از لبی که دعا می‌کند ثمره‌اش بیشتر است.